در افغانستان که چالش ها گاه مسیر زندگی را دشوار می سازد، افرادی هستند که تنها تصمیم محدودیت ها نمی شوند بلکه آنها را به نقطه‌ای برای رشد و تاثیرگذاری تبدیل می کنند. امروز در این برنامه به سراغ یکی از همین چهره های الهام بخش رفته ایم تا از نزدیک به چالش ها، انگیزه ها و تجربه هایی در مسیر آموزش آشنا شویم. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوش می‌کنید. سیفول اکبری هستم، مسئول بنیاد مرکز آموزشی مساعدت جاوید. مرکز آموزشی مساعدت جاوید به صورت رسما از سال 1400 به طرف به فعالیت آغاز کرده و تا فی الحال الحمدلله ادامه داره و قبل از سال 1400 به صورت غیر رسمی فعالیت های نیز داشتیم. یگانه چیزی که انگیزه باعث شد یکی فقر معنوی در کشور که از همه چیز که از فقر مادی که داد و بیداد بیشتر و بیشتر از هم میزنه و مشکلاتی که در جامعه خودم دست پنجه نرم کرده بودم، اما مشکلات سبب شد که من خودم از درد ملت خود، از درد مردم خود آگاه باشم و بالاخره یک تصمیم بگیرم تا که همچین یک نهاد را ایجاد بکنم که بتونم از طریق برای مردم خود مصدر خدمت واقع شم. خود 170 شاگرد در اینجا تحت آموزش قرار داره که بیشتر از زیر سنین 16 اینا هست و طبقه اوناس بیشتر است. در این بنیاد به حساب تعداد زیاد از شاگردای ما به صورت مجانی تحت آموزش قرار دارن، به صورت رایگان تحت حمایت مالی محترم ایمل جان جاوید، رئیس بنیاد خیری جاوید فاندیشن گروپ، اینا به حساب تحت آموزش قرار دارن و به صورت مجانی و رایگان آموزش میگیرن، درس میخوانند. از امارت اسلامی افغانستان همچنان تقاضا میکنم که بیاین مکاتب بخیر، دروازه‌های مکاتب بخیر باز بکنیم. تنها هدف ما از رشد معارف کشور نیست، بلکه در این قسمت هدف اساسی که دارم، پیام اساسی که دارم این است که با باز شدن مکاتب ان شاء الله الرحمن یک جواب بسیار دندان شکن برای دشمنان این وطن داده میشه. فارغ التحصیل صنف 12 و محصل رشته اقتصاد در دانشگاه آنلاین و ما 6 ماه میشه که در این مرکز آموزشی جاوید انگلیسی آموزش میبینم. در اینجا بگونی رایگان است و در مکتب صنف 8 هستم و در اینجا که میم با وجود از اون مکتب میرم در مرکز آموزشی و مساعدت جاوید در تایم اکتیو 2 هستم و درس بگونی رایگان. مدینه سفری هستم، به طور رایگان اینجا درس میخوانم. تشکر از ایمل جاوید که همراه ما کمک میکنه. ز بسم الله شروع کردم به دفتر، ز بسم الله نبود چیزی بهتر. از اینجا زیاد چیزا رو یاد گرفتیم. بله، اگر که مثل از این کورس در جای باشه هر کس میتونه خوب یاد بگیره و یگانه آرزوی می است که همیشه مکتب ها باز باشه